کشتی بین کامران و قاسم که اون دفعه با هم کشتی گرفته بودن. کامران و قاسمپور موفق شده بود این حریف روسش رو ناک اوتش کنه. ناک اوت. کامران قاسمپور شاه. کامران قاسمپور میخواد پای حریفشو بگیره. کمکار حریف روسش کمکاری میکنه. اینا دیگه ببین کمکاری میکنه حریف روسش. کامران قاسمپور دستشو میگیره. برو پشتش دیگه برو. الان پاشش میگیره. آره الان پاشو میخواد بگیره کامران. پلنگ جویبار. کمکاری کرد دیدی؟ دیگه کمکاری نکن حریف روس. کشتی بگیر. 30 ثانیه بهش وقت داده که بتونه امتیاز بگیره از کامران. کور خوندی دیدی؟ کشت. مازندرانی پلنگه. 1-0. ببین کشتی حساسه. رفت واسه زیر گرفتن دیدی؟ رفت زیرشو بگیره یا خالی. خیلی زیرکه این حریف روسش. آره جوونه. خیلی جوونه. اینم کیه؟ این ایرانیه. کامران قاسمپوره. کامران اون بلده؟ آره پلنگه پلنگ. این کیه؟ این روسه. کامران پلنگه پلنگ. مثل خودش پلنگه. پلنگی از بابل. تموم شد. دیدی این کیه؟ کامران. کامران دوباره بلد. کامران چند شد؟ سر کامران رو گرفت. داره میچرخم با هم. بابا کامران 1-0. پای کامران رو گرفت. پای کامران رو گرفت. بانندشم داره میزن زمین. نه با هم چرخیدن با هم. فکر کنم 2 امتیاز گرفت. آیا 2 امتیاز گرفت از کامران. 2 امتیاز گرفت. از خدای زیرگیری زیر گرفت این حریف روسه نامردش. حالا دوباره کشتی شروع شد.
دوباره برنده میشه. 1 کی برنده شد؟ کی برنده بود؟ مربی روس اعتراض داره، میگه 4 امتیازی بود. چی؟ حالا اعتراض کردن که ببینن چی میشه. بعد خیلی زمان برد، من کوتاهش کردم. اینجا اولوش 3 دقیقه داشتن داور رو نگاه میکردن که من لطفاً منو سابسکرایب کنین، لایک کنین، ممنون میشم. الان دیگه میاد. مرسی از همه.